بعد از اینکه مراحل اولیه تولید هسته‌های عاری از ویروس در شرایط درون شیشه بعد از گرمادرمانی و کشت مریستم انجام گرفت، خدمتتون عرض کردم که مواد گیاهی باید ریشه دار بشن و به مرحله سازگاری منتقل بشن و بعد از سازگاری باید در شرایط قرنطینه و کنترل شده‌ای نگهداری بشن. در اولین مرحله‌ای که به عنوان یک بانکی برای حفاظت از مواد گیاهی سالمسازی شده مورد استفاده قرار میگیره، در اصل یک اسکرین هاوس هست که این اسکرین هاوس با توجه به شرایط اقلیمی کشور ما معمولاً به این صورته که در ابتدا نظیر سازه‌ای که ملاحظه میکنید ابتدا یک گلخونه زده میشه، به این دلیل که در شرایط تابستون گرمای داخل نت هاوس میتونه افزایش بسیار زیاد و قابل توجهی داشته باشه که مواد گیاهی را از بین ببره. بنابراین در شرایط کشور ما در داخل یک سازه گلخونه‌ای که زده میشه، داخل اون یک نت هاوس زده میشه با مش مشخصی که اجازه ورود حشرات رو داده نمیشه و از نظر شرایط ورود و اجازه ورود تحت شرایط قرنطینه‌ای خاصی وجود داره. ورود و دسترسی هر کسی مجاز به محدوده نیست. درب ورودی دارای فشار مثبته که حشرات نتونن وارد محوطه بشن و بعد از اینکه گیاهان همونطوری که دیدیم موادی که اطمینان حاصل کردیم که عاری از ویروس هستن و ریشه دار شدن به داخل گلدون‌های بزرگتری وارد این محوطه میشن و در اینجا نگهداری میشن. البته من خدمتتون توی قسمت‌های قبلی گفتم که بر اساس دستورالعمل لازمه که مواد گیاهی بعد از گرمادرمانی مورد تست ویروس قرار بگیره، لیکن بر اساس استانداردهایی که حالا در مثلا استاندارد اتحادیه اروپا وجود داره، لازمه که بعد از این که عاری سازی انجام گرفت و مواد گیاهی سالم سازی شدن، بعد از 1 سال هم مجدداً تست ویروس انجام بگیره و در صورتی که در طول این مدت غلظت ویروس کاملاً حذف شده باشه و ویروسی دیگه وجود نداشته باشه، اجازه ورود به اسکرین هاوس رو پیدا میکنن، چون به این دلیل که ممکنه غلظت ویروس اونقدر پایین اومده باشه که قدرت شناسایی وجود نداشته باشه. بنابراین ماده گیاهی که اطمینان 100% از عاری از ویروسش پیدا شده باشه و کسب شده باشه، اجازه ورود به این بانک نگهداری مواد گیاهی عاری از ویروس که در اصل مواد مادری یا در اصطلاح نوکلئار متریال گفته میشه، مواد هسته‌ای اولیه، یعنی اون قلب ماده عاری از ویروس، در یک همچین شرایطی نگهداری میشه و برای سالیان سال میمونه. نکته مهم اینه که مواد گیاهی که در این اسکرین هاوس نگهداری میشه میتونه شامل 2 دسته بشه. یک، مواد گیاهی که به عنوان پایه مورد استفاده قرار میگیره که هر چند مدت یه بار، هر 1 سال یه بار، نهالستانای کشت بافتی از این مواد گیاهی استفاده میکنن و برای تجدید پایه هاشون و استقرار مجدد از این مواد گیاهی استفاده میکنن و مورد استفاده قرار میدن. علاوه بر این که داخل هر سکشنی گلدونایی وجود داره که میتونه سالی تا چند صد پیوندک تولید بکنه و با توجه به اینکه درخت‌ها از سایز نسبتاً مطلوبی برخوردارن، به غیر از اینکه این محوطه اسکرین هاوس میتونه به عنوان یک ذخیره‌گاه مواد مادری مورد استفاده قرار بگیره، تا حدی هم میتونه به عنوان یک باغ مادری به عنوان تهیه پیوندک عاری از ویروس مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین اینطور
جمع‌بندی میشه که مواد گیاهی که سالم سازی شده در رابطه با پایه در این محوطه نگهداری میشه و وارد فرایند کشت بافت میشه تا پایه سالم تولید بشه و ارقام هم اینجا به عنوان مواد مادری عاری از ویروس نگهداری میشه و همین که سورس های سالمی که وجود دارن به دلیل رشد مطلوب و شرایط مطلوبی که دارن تا سالی چند صد پیوندک میتونن در داخل اسکرین هاوس تولید بکنن و پیوندک های مورد استفاده میتونه برای تولید نهال مورد استفاده بعدی قرار بگیره. علاوه بر این که این پیوندک ها میتونه مستقیم وارد نهالستان بشه و مورد استفاده قرار بگیره، در مرحله بعد از اسکرین هاوس یک باغ مادری قرار میگیره. باغ مادری در جایی که در یک محوطه قرنطینه کامل با فاصله مطلوب از گیاهان میزبانی که میتونن ویروس ها رو در خودشون نگهداری بکنن با فاصله اطمینان احداث میشه و مسئولیت تولید پیوندک سالم رو برای نهالستان هایی که تولید کننده نهال لیبل آبی هستند این باغات مادری بر عهده خواهند داشت.